سال گذشته که بود اونجا پاتکا بود، راه بند بود، یک موتر به جان از در 30 روز 25 روز می آمد زغال. حال راه واز از راه میاد زغال، یعنی قصد که از دلار بلند است، کلار دلار یا دلار به حساب دلار بلند است، یعنی دیگه باید زغال پایین شود. زغال وطنی دیگه بوجای ریزش هست، بوجای خوردش 1300 میفروشیم، 1200 به ما تمام میشه. 100 روپیه در بوجی میمونه دیگه زغالای بوجای کلانش کست اونها به 7 سیر 6.5 سیر مه، اونها به جان 1500 خرید ماست، 1600 میفروشیم. قیمتا نسبت بر پارسال در جای خودش استاد است. پارسال این وقت در 8000 8500 افغانی رسیده بود، اما امسال چوب 7500 پس مگر مردم توان خرید ندارند. هر کسی که می سرش بای میکنیم توان از نداره که مثال بگه 7000 یا 7500. یک ماموری که مثال دولت از 3 ماهش نگفته چگونه میتونه که چوب برای خود خریداری کنه. علت از است هر چیزی که در اسلام عدالت باید اونمو قدر منفعت برای مسلمان ها میشه. علت از در ناعدالتی بود. وقتی که ناعدالتی باشه در مملکت اینم تو قیمتی بالا باشه. عدالت که باشه بدون از که بخوای یا نخوای نرخ برابر میکنه خودش. هرچند که ناصر اقتصاد هستیم خود خی خدا میروان است اینجور میشه. چرا که مملکت 40 سال در جنگ است و این حال مسلمان ها باید شکر بکشند. مالشان، جانشان، خانهشان، خودشان دمیت. قیمت ها بیادر گویی که مناسب است. فعلا خود مناسب است، آیندهش خدا میفهمه. چند است؟ فعلا هرچه چند است و بلود چند است؟ فعلا اینمی هرچه 80 روپیه بلود خروار بیادر گل وان دیدی که 8000 چوب درجه اول است. وان 6,500 است. چوب 3-4 است. درجه اولش چند است؟ درجه اولش 8000 است، درجه دومش 7,500 است، درجه سومش 6,500 است. پارسال بریاره 11000 بود در چه کنری، امسال 8000 است. چوب پارسال 8500 افغانی بود، امسال 7000 است. نرخ خیلی ارزان است، منتها مردم اقتصادش ضعیف است، در نرخ ارزان هم خریداری نمیکنه. نسبتا با پارسال امسال خوب است موازی شد. پارسال ما میفروختیم یعنی زغال بیادر با 8200 کم 8000 خروارش هم میفروختیم. فعلا 6,500 است. دیگه طولش تا 12 بود، فعلا 11000 است. دیگه نرخ خوب است ان شاء الله. نرخ خوب است. پارسال چوب بود بیادر 8500 9000. فعلا 7500 است. دیگه نرخ قدر بالا نرفته. بازم کوشش میکنیم که دیگه یک چیزی پایین بیاد، پایین ما خوش است. دلیل ارزان بودنش چی است؟ دلیل ارزان بودنش اینه نیست که فقر آمده در وطن، مردم نیست، یکی از سرمایه‌دارایی که بود از این وطن فرار کرد، بیادر دیگه داد ستون ما زیادتر قی سرمایه‌دارا بود دیگه فعلا نیست و مردم نیست، یعنی مردم غریب نه، یک خروار نیم خروار میبره دیگه ما بیادر یک تونی در تون یک 300 400 بگیریم، در خروار یک 500 مثلا گزارش شود دیگه.
آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده ی حقایق.